سلام، با ویدیوی دیگه همراه من خوش اومدین. دوست دارم توی ویدیوی امروز راجع به موضوع شکایت کردن و غر زدن باهاتون صحبت بکنم. آیا میدونستین که شکایت کردن نه تنها باعث تغییر خلق و خوی ما میشه، بلکه باعث میشه که مغز ما هم از لحاظ فیزیکی تغییر بکنه؟ هر بار که ما داریم شکایت میکنیم و در واقع داریم غر میزنیم، باعث میشه که ما مسیرهای عصبی جدیدی رو در مغزمون فعال بکنیم که باعث بشه هر بار احتمال شکایت کردن برای ما بیشتر و بیشتر بشه. همینطور تحقیقاتی که در دانشگاه استنفورد انجام شده نشون دهنده این هستش که شکایت کردن باعث تغییراتی در بخش هیپوکامپوس مغز میشه که بخش اصلی هستش که در حافظه، یادگیری و همینطور حل مسائل زندگی ما نقش بسیار مهمی داره. حتی گوش دادن بیش از اندازه به شکایت کردن و غر زدن بقیه افراد باعث میشه که به مغز ما آسیب برسه. شکایت کردن بیش از اندازه باعث ترشح هورمون کورتیزول میشه که باعث در واقع افزایش استرس در ما میشه. میتونه خواب ما رو مختل بکنه، فشار خون رو در ما بالا ببره و همینطور سیستم ایمنی ما رو ضعیف بکنه و یک مغز استرسی باعث میشه که سیستم ایمنی بدن ما دائما ضعیف باشه. پس الان احتمالاً براتون سوال پیش میاد که ما چطور میتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم و از حالت شکایت و غر زدن به یک حالت آرامش برسیم. 3 راهکار خیلی کاربردی که بخوام بهتون بگم احتمالاً خیلی ساده به نظر میاد، ولی توصیه میکنم که حتما انجامش بدین. این هستش که اول تصمیم بگیریم واقعا نوع نگاهمون رو به اون اتفاقی که برامون افتاده تغییر بدیم و از یک زاویه دیگه ای سعی کنیم به اون چیزی که داریم راجعش غر میزنیم نگاه بکنیم. بعد از اون سعی بکنیم که سپاسگزاری رو در زندگیمون تمرین بکنیم. درسته ممکنه برای هر کدوم از ما الان جنبه‌های از زندگی خوب پیش نره، ولی مطمئنم که بخش‌های دیگه‌ای هست که میتونیم روی اونها تمرکز بکنیم و بابت داشتنشون و وجودشون قدردان باشیم. و بعد از اون یک نفس عمیق بکشیم و به مغزمون اجازه بدیم که کمی از این افکار منفی که به سمت ما هجوم آوردن رها بشه و بتونه با آرامش تصمیم گیری بکنه.